امت اسلامی، ما جامعه بشری امروز مشکلاتی داریم. بعضی از این مشکلات به نظر غیر قابل حل میرسه. نه، حلش همینه: و من یتوکل علی الله فهو حسبه. توکل به خدا کنیم با این دو شرط: اولا یقین داشته باشیم، اعتماد داشته باشیم که خدای متعال اگر وارد میدان شدیم ما رو کمک خواهد کرد. ثانیاً وارد میدان بشیم: فاذا دخلتموه فانکم غالبون. به اصحاب موسی خدای متعال فرمود باید برید تو این شهر، اگر وارد شدید فانکم غالبون. اما وارد نشدن، غلبا پیدا نکردن. اگر اون بخشی که به عهده شماست، اون بخش شما انجام